صبر در دینداری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از خباب ابن ارت روایت شده که گفت: و پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت کردم، یعنی از اذیت و آزاری که مشرکان به ما میدادند از آن به پیامبر شکایت کردم، در حالی که ایشان برده را بالش نموده و در سایه خانه کعبه بودند، یعنی جامه خود را بالش نموده در سایه خانه کعبه تکیه زده بودند. گفتم: چرا برای ما طلب نصرت نمی کنید؟ چرا برای ما دعا نمی کنید؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: در گذشته مرد مسلمان گرفته شده و در خندقی که در زمین برای او حفر کرده بودند نهاده می شد و سپس اره بر سرش گذاشته شده دو قسمت می گردید و سیخه های داغ شده آهنی در زیر گوشت و استخوانش فرو می کردند و وجودش را با آن سیخه ها شانه می کردند. با وجود آن هم او را از دینش باز نمی داشتند. یعنی ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا قصه مسلمانان پیشی را گفتند، مسلمانانی از شخصان ایمان آورده از دیگر پیامبران، یعنی امتان دیگر پیامبران. پیامبر صلی الله علیه و سلم می خواهند قصه مسلمانان پیشی را نقل کنند که تا یک درس برای این مسلمان ها شود که ببینید برای ایمانشان چقدر آنها عذاب کرده می شدند. ناوابسته از این آن مردی با ایمان از دینش نگشت. و در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: به خدا سوگند هر آینه خداوند این دین را به کمال خواهد رساند، یعنی دین اسلام را به کمال خواهد رساند، به گونه‌ای که سواره از صنعا به حضرموت برود و جز خوف از خدا و خطر گرگ بر گوسفندانش از چیز نهراسد، ولی شما شتاب میکنید. روایت بخاری. یعنی شتاب نکنید. این اذیت و آزاری که از قریشی ها میبینید، از مشرکان میبینید، این اذیت و آزار نظر به اذیت و آزاری که مردم مسلمانان پیش از شما میدیدند این هیچ چیز نیست. به این سبب صبر کنید. ولی دوستان عزیز، امروز در بعضی جایها مسلمان ها را آزار میدهند برای دینشان. در بعضی جایها نمیمانند که مسلمان ها نماز گذارند. در بعضی جایها نمیمانند که زنهای مسلمان حجاب های خودشان را که موافق امر خدای و رسول است نمیمانند که آنها بپوشند. ولیکن این هم یکی از امتحان های خداوند است. ما باید صابر باشیم. انشاءالله این دین به کمال میرسد. این دین را هیچ کس خاموش کردن نمیتواند. نور این دین را هیچ کس خاموش کردن نمیتواند. 14 عصر گذشت و بسیار شخصان میخواستند که این دین را از بین برند. ضرر به دین رسانیدند، مسلمانان را آزار دادند، مسلمانها را کشتند، ولیکن این دین تا روز قیامت باقی میماند. خلاصه درس امروزه: اگر شخصی به شما نسبت به دینداریتان به خاطری که مسلمان هستید آزار دهد، اذیت دهد، شما صابر باشید، صبر کنید. و درستی خداوند صابران را دوست می دارد. خداوند همراهی صابران است و اجرش را خودش در روز قیامت به شما می دهد. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.